بیا و یه بارم تخم مرغ رو نشکن توی بادمجون میرزا قاسمی. 4-5 تا بادمجون رو هر جوری که میتونی، رو گاز، رو منقل، تو فر، هر جوری که برات راحته کباب کن. توی ظرف دربسته بذار که خوب طعم دودیش حفظ بشه. بعد پوستش رو با تخماش بگیر، هم برای اونایی که حساسیت دارن، هم برای خوشگلیش بهتره. بعدم که دیگه نوبت خورد کردن و ساتوری کردنشه. بادمجونای رشت خیلی خوشمزن، بادمجون فصل بادمجون محلی باشه، ولی خب دیگه حالا هر بادمجونی هم بود اوکیه. رشتی‌ها این ته بادمجون رو که حالا بهش میگن کونه بادمجون خیلی دوست دارن، نمک میزنن، یا اگه مثلا نمکی ها رو، روبنا رو، آبنا رو، گلپرینا باشه خیلی دوست دارن، ولی خب من نشه. میتونین گوجه رو هم کبابی کنین روی گاز، حالا روی یا توی سیخ بذارین یا بازم روی شعله پخش کن بذارید و پوستشو بکنید و اینجوری ساتوریش کنید یا توی غذا. خب داستان ادامه میدیم با سیر له شده که با زردچوبه و نمک توی روغن تفت میدیم تا طلایی بشه. ببین این روشیه که بهتون پیشنهاد میکنم یه بار اینجوری درست کنیم. بعد از اینکه سیر سرخ شد یه مقداری، یه بخششو بردارید بذارید کنار. حالا توی مابقی اون تو همون تابه 2-3 تا تخم مرغ بشکنید و خوب هم بزنید، یعنی مثل یه نیمروی هم زده کامل سفت بشه که زرد و سفیدش مشخص بشه، به اصطلاح تیکه تیکه بشه. این هم بذارید کنار همون سیر له شده. حالا بقیه مواد دوباره تو همون تابه بریزید، یعنی بادمجون کبابی. و اینجا من یه تیکه کره انداختم، اصلا میرزا قاسمی با کره یه چیز دیگه. و گوجه، هیچ میدونستید میرزا قاسمی اصلی و اصیل اصلا گوجه نداره، یعنی خود بادمجون با سیر و با تخم مرغ و تمام رب که حالا دیگه خیلی نامهربانان جدید اضافه شده. ولی حالا اگر گوجه هم کبابی کردید یا رنده کردید میتونید یکم اضافه کنید. در نهایت سیر و وقتی که یه ذره مزه ها به خورده هم رفت، تخم مرغ رو هم اضافه کنید. پلوی کته و ماهی دودی یا ماهی شور که اینجوری روی پلو میذاریم تا اونم همزمان دم بکشه. یعنی به به از این عطر برنج و ماهی. این دیگه فوت آخر و تیر آخره، یه تیکه کره روش میذاریم و حالا این میرزا قاسمی رو بخورید و مقایسه کنید با اون میرزا قاسمی که شما روی بادمجون تخم مرغ میشکنید و هم میزنید و هیچی از تخم مرغ نه دیده میشه نه زیر زبون میاد. امیدوارم درست کنید و نوش جونتون کنید.